ببینید چی آوردم براتون. یادتونه چند وقت پیش چند روز اینترنت تو ایران قطع شد به خاطر اون درگیری‌های معروف؟ خب جالبش اینه که همون موقع 5% کل هش ریت جهانی بیت کوین افت کرد. یعنی چی؟ یعنی کلی ماینر تو ایران خاموش شدن و لو رفتن که چقدر تعدادشون زیاده. امروز میخوام براتون بگم چرا این اتفاق افتاد، هزینه ماینینگ چقدره، سودش چقدره و چرا وسط تابستون ما باید بی برقی بکشیم. اگه علاقه‌مند به کریپتو اقتصاد هستین حتما کانال رو سابسکرایب کنید. اول بذارین هش ریت رو توضیح بدم. هش ریت یعنی توان محاسباتی شبکه بیت کوین برای استخراج. کل شبکه جهانی الان حدود 600 اگزا هش بر ثانیه است. حالا تصور کنید وقتی اینترنت قطع میشه 5% یعنی حدود 30 اگزا هش از دست میره. این لودات که ایران یکی از بزرگترین هاب‌های ماینینگ دنیاست. چرا؟ چون برقمون فوق‌العاده ارزونه. دولت برق صنعتی رو با قیمت حدود 3,000 دلار به ازای هر کیلووات ساعت میفروشه، در حالی که تو آمریکا یا اروپا 10 تا 20 برابر گرونتره. نتیجه هزاران دستگاه ماینر تو خونه ها، کارخونه ها و حتی مزارع مخفی روشن میشن و هش ریت جهانی رو بالا میبرن. حالا بریم سر اصل مطلب. هزینه ماین کردن یک بیت کوین چقدره؟ این عکس رو نگاه کنید. این نشون میده که هزینه استخراج بیت کوین تو سراسر دنیا چقدره و نگاه کنید هیچ جایی فکر کنم به اندازه ایران ارزون پاشون نمیفته. چرا؟ حدود 1320 دلار برای ماین کردن یه بیت کوین هزینه میشه، اما هر بیت کوین رو میتونه به قیمت 110,000 دلار بفروشه، یعنی سود خالص بیش از 80 برابر. تصور کنید 145 میلیون تومان سرمایه گذاری، بیش از 11 میلیارد تومان سود خالص. چه کاری تو دنیا هست که پولتون رو 80 برابر کنه؟ این میزان سود بده. البته این سود تقریبی و بسته به سختی شبکه قیمت بیت کوین و کارایی دستگاه متغیره. برای همین هر کسی از نون آبش میزنه یه دستگاه میگیره و شروع به ماین کردن میکنه. حالا چرا این به ما ربط داره؟ به خاطر قیمت فوق العاده ارزون برق، ماینرها تو تابستون که مصرف برق بالاست دستگاهشون رو روشن نگه می‌دارن. یه دستگاه معمولی 3 تا 5 کیلووات برق میکشه و 24 ساعته کار میکنه. هزاران تا از اینا یعنی میلیون ها کیلووات اضافه مصرف. نتیجه بی برقی وسط گرمای 40 درجه. من و شما نمیتونیم از اسپلیت کولر استفاده کنیم. چرا؟ چون ماینرها بیت کوین استخراج میکنن و ثروت به هم میزنن. آدم نمیدونه چی بگه. یعنی از یارانه برق من و شما دارن سوء استفاده میکنن.